من در حقیقت چند سال درگیر تخت جمشید بودم که اگر کوروش سنگ بنای تخت جمشید گذاشته پس چرا اسمش شد تخت جمشید و این وسط اسکندر مقدونی چیکار میکرد و اصلا جمشید کی بوده؟ اینا برای من همه سوال بود و معما تا آخر پیدا کردم که اصلا داستان عید نوروز چیه. زمانهای خیلی قدیم اولین پادشاه ایران که هنوز هیچ وسیله‌ای نبود، حتی سنگ چخماق هم نبود، یه پادشاهی بود به نام جمشید. جمشید نامی بود که سنگ چخماق رو پیدا کرد، به مردم یاد داد که از پشم گوسفند میتونن نخ درست کنن و لباس درست کنن. وقتی که به پیشرفت رسید روی فرشش نشست و رفت به آسمان و اون روزو گفت ملت جشن بگیریم و شد عید نوروز. و متاسفم واسه هرچی ایرانی که قرآن میذارن وسط به اسم جنگی که عربا حمله کردن تاریخ ایرانو گذاشتن. واقعا براتون اول این متاسفم. دوم، تخت جمشید کوروش سنگ بناش گذاشت ولی به اسم اولین پادشاه ایران که جمشید بود. مرحله دوم، عمر کوروش کفاک نداد چون تخت جمشید بیش از 150 سال طول کشید اما بازم تموم نشد تو زمان داریوش شاه. بعد حالا این آقای اسکندر مقدونی که اسمش هم ایرانیه از کجا پیدا شد؟ اومد اونجا رو آتیش زده، هیچ جای آتیش سوزی نداره. من بچه شیرازم، تخت جمشیدم رفتم، هیچ جای آتیش سوزی نداره. اول که تخت جمشید رو دوره رضا شاه یه یاروی باستان شناسی که اصالتا یهود و بزرگ شده آلمان بود این از زیر خاک کشید بیرون و دولت آمریکا و انگلیس دیگه نگذاشتن این یارو یهودی بزرگ شده آلمان برگرده بیاد روی تخت جمشید تحقیقات کنن. و این که میگن اسکندر مقدونی اونجا رو خراب کرد و کلی طلا رو با خودش بود، اصلا اون تخت جمشید ساخته نشد، هیچ طلایی هم توش نبود. کما که تا به امروز هم دارن بزرگترین گنجینه دنیا میگردن که مال کوروش بود، هنوزم کسی نتونست پیداش کنه. حالا آقای اسکندر مقدونی از کجا پیدا شده من نمیدونم.